پاچند روزندن جیا پارلمان عراق دبداوی هاتن ولدور دا سلیم جبوری سروک پارلمان عراق د کنگره روزنامه وانیدا باسی چندین خالان کرد. بوچونا پارلمان عراق نبو کوبگشتی دنگام پشمرنه و لی پارلمان عراق هوی خازج کمیسیون بالاو دادورین دست نشانکری گوما باوری پوان هیا چافدریا همیز کالا و هجماردنا دنگام بکنه و اوات هفتیا دهاتی دا دهتا دست پیکرن لورا دست خوشیل پارلمانتاران دکین و پیروزباهی پارلمانتاران سرکفتی تلبجاردنین و داویه دادکین اواد انجام و هینا راگهاندن. ادوی کنگره دا سروک پارلمان سر رای دست خوشیای بو پارلمان دهاتی لیده خازش دادگاه فدرال عراقی کر کبزیترین دم دنگام پشمرنه و مافن چلایانان پشگوه نیخن. بوچونا پارلمان عراق نبو کوبگشتی دنگام پشمرنه و لی پارلمان عراق هوی خازج کمیسیون بالاو دادورین دست نشانکری گوما باوری پوان هیا چافدریا همیز کالا و هجماردنا دنگام بکنه و اوات هفتیا دهاتی دا دهتا دست پیکرن لورا دست خوشیل پارلمانتاران دکین و پیروزباهی پارلمانتاران سرکفتی تلبجاردنین و داویه دادکین اواد انجام و هینا راگهاندن. روژا شنبه دهاتی جیا پارلمان دبداوی هات ولدور دا بوچونیان سیاسی ردگین که پروسا سیاسی عراقی دکویتا بوشایکات دستوری لورا سروک پارلمانت و کنگره دا جخت سر اجماردنا دنگان و پشت راست کرناوه اجلایان دادگاه فدرال کرنه. جی پارلمانی در روژا شنبه دا یا خولا سیه دبداوی ببه و ده برف راگهاندنا دنگان جلایان کمیسیون بالاو چین و جلایان دادگاه فدرالی بهت پشت راست کرن دا که خولا نو دست پی بکه. پارلمان عراق بداوی هاتو آلیان سیاسی جهتانها رکنه کفتینه که ها پیمانیا که زورینه بو حکومت دهاتی پیگ بینن لورا وقت چافدین سیاسی ردگین که عراق برفنا حالا که آستنگی دا ده بودیتن. لبغداد نظر عبدالله دنگی امریکا.